مادر جان دیدی من، مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان، ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان، شوم خاکی پایت مادری جان. مادر جان دیدی من، مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان، ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان، شوم خاکی پایت مادری جان. سلام و درود. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان ما. امروز ما در محله پرندچی‌ها در طرفخانه اولوغبیجان برای تبریک کردن جشن زادروز مادر عزیز مرحبا خالا آمدیم. امروز مادر عزیز جشن زادروز دارند و برای هستیشان شکرانه میگویم مصطفی بابا را تبریک میگویم از نام فرزندان راه دورشان علی شیرکه، مرغوب آویتی و این لحظه های خرسندی را همراه شما با هم ببینیم. با ما باشید. با شبکه شهنام ما آغاز میکنیم. السلام علیکم پدر مادران عزیز، مهمانان عالی قدر، همه شمایان را با امروز روز خرسندی به جشن زادروز مادر عزیز مرحبا خالا با خانواده مصطفی بابا خیر مقدم میگوییم. قدمهایتان را بالای دیده میخوانیم. عزیزان، برای ما صاحب جشنهای ما پدر مادر عزیز لازم هستند. مصطفی بابا و مرحبا خالا برایشان یک خرسک میزنیم و نظام تکلیف میکنیم. مرحبا مصطفی بابا باید نزدیکتر یادشان بسته. مصطفی بابا bayram مبارک خاندانتان با روز خرسندی مبارک باد میگیم. امروز من خودم از آن روزشان بوده است. مرحبا خالا، ولی چشم شما به چند ساله بری مرحبا خاله. ای رحمان بگذار رحمان خاله دم پیری با یک جای پیری با دولت شدن برای شما نصیب کند، دولت پیری را دیدن نصیب کند. امروز مرحبا خاله زادروز دارید، زادروزتان مبارک، روز تولد را مبارک باد میگویم. خدا کند که 120 ساله شوید. امروز انامه کی آمدیم تبریک کنیم؟ مادر جان عزیز انامه کی آمدیم ما تبریک کنیم؟ سیر آشکار کردن می نمی؟ از نام فرزندان عزیز، از نام مصطفی بابا، از مسافرت، از نام علی شیرکه، از نام مرغوب آویتی کلید پاشا مصطفی بابا مرحبا خالا ما دیروز همراهی کلید پاشا همراهی علی شیرکه صحبت کردیم. مرغوب آویتی میگوید مادری من با آن خاندانی که من کلید دختر شده در آمدم. از آن روزی که باید خاندان ما به
خاندان بخت صاحب شدم. از آن روز اعتبارا انا همون مادر دویمی من برای من مادری کردم. من فخر میکنم ابودنشان برای نبیره هایشان جانشان را فدا میکنم. تا دنیا باشند هیچ وقت در این همین زندگی را نبینند. در سر ما سایبان و دعاگوی باشند که ما در زیر دعاهایشان همین مسافران و با یک سربلندی ها گشتیم. دل ما پر از فرزندان ما، چون گفتم با خاندان و چنین انسان های بزرگ فرشته داره. و امروز بزرگ پرسید که در روزی زادروزشان یومشان به ایستاده نتونستیم. بسیار یاد کردیمشان و البته رویم اگر آغوش میکنیم و ایسا میزنیم از آن روی پر از نورشان و از آن روی پر از نورشان بهره‌مند میشویم. برای مادرم رسانید که دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. البته امروز زادروزشان است. در روز زادروز نیت‌های من بسیار است. خدا کند که همراهی پدرم به زیارت کعبة الله نصیب کند و حاجی بابا و حاجیانه شود. در آن کاشانه پرفیض ما حج آشنا شود و اهل خویش و کبار برای تبریک کردنشان بیایند. ما بسیار آرزوها داریم، فقط برایشان وظیفه است که سلامتی خودشان را نگه دارند و در سر ما هیچ وقت کسل نشده سایبان سر ما و فرزند و نبیره های خود باشند. مبارک باشد زادروزتان. امروز مرحبا خاله از نام علی شرکه برایتان می‌رسانیم. مادرم اشک مریض جانم به قربانی تو است. جان من قربان آن دستان لرزانی تو است. میروم سوی غریبی مادرم غمگین مشو، در غریبی یاد من دایم به فرمانی تو است. تو اگر دوری زی چشم مادر به دل نزدیکتری، چون که مادر این دلی من روی دستانی تو است. البته مرحبا خاله زادروزتان بار دیگر مبارک باشد. امروز گفتن مادر من، بهشت خاندان من، گل ریحان ما هستند. چقدر توفه ها را پیش پایشان بیاریم، یک شبه رنج و عذابی که در سر گوهرهای ما نشسته کشیدن برابر نمی شود. و گفتن مانند خودشان یک گلدسته زیبا را انتخاب کنید، پیشکشی قدم هایشان گذارید. از نام علی شرکه، از نام مرغوبایتی کریم پاشتان گلدسته زیبا داریم تقدیم میکنیم. مبارک باشد زادروز مبارک. مرحبا. هر فرزند نیت میکند است که تا دم پیریه پدر مادر ما در سر ما سایبان باشد. ما باشد آنها را به زیارت کعبة الله فرستانیم. در این خصوص میگویند işlerim yürüşüm kimse gelmegel, kamlarım gamlarım etsa bütün hal, dünyani bir chetga qo'yib eng avval otam bilan onamni Makkaga olib boraman. Kaftidan qadoga ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon. Dardimga hech davo etmagan hamon, otam bilan onamni Makkaga olib boraman. در این سین و سال مبارک زیارت کعبة الله برای شما نصیب کنند دختر. در این دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است پیشکشی پدر و مادر میکنیم. مرحمت مبارک باشد. و امروز مرحبا خواهد ما امروزه سرپرایز و تبریکات را برابر یک جیان عزیزتان خبرگیری خاندان و از حال احوال همان مسافران خبرگیر همراهی با روزداویتی تیار کردیم و میخواستیم با روزداویتی گذاریم شما میانشان بعد از چند لحظه های با شما البته گفتن خواهر ما که از حال احوال ما خبرگیر جشن زادروز دارد. خدا کند که علامخیل مانند پدر مادرم صحت سلامت و دم پیری و دولت پیری را بینند. مرحبا ما روزایی که بذارید شما میانشان از نام برادرتان، از نام علی شرکه، از نام مرحوم آیتی، از مسافرت از نام صلاح الدینکه، علی جان اکرش ما را تبریک میگوییم. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر.
چشمش پر آب است و دیداری گسل صبحی است که صد بهار دارد خواهد. بگذار زادروزتان مبارک باشد. اجزام مسافران برای مهربانی، برای خبرگیری، برای همه نیکی های زندگیتان تشکر میگویم و شما را با آمد زادروزتان تبریک میگویم. همین گلدسته زیبا را با افتخار زادروز اجزام برادران راهدارتان قبول کنید. مبارک باشد. مرحبا. مبارک باشد. و البته میخواستیم شیرینی امروزه مادرجان عزیز را نزدیکتر بیارم. یک جوی تارکا را برن و از آن تناول کنم. فرزندان آنها شما نزدیکتر میستیم و اعضام نبیره ها بعد از کار البته باز در اینجا توفه ها هست اینجا تقدیم میکنم. مرحبا. Сегодня кайф и танцы без ограничения. مرحبا. Понедельник или среду, нет разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. درگاهی خدا زاری نمودم سحر بدی نمازی پام دادم و درگاهی خدا زاری نمودم خداوندا نگهدار مادرم را همین از آرزوها امیدم خداوندا نگهدار مادران را همین از آرزوها امیدم روان گشتی به بازار رسیدی هزار و یک متاعهای دیدی روان گشتی به بازار رسیدی هزار و یک متاعهای دیدی گرفتی بهری فرزندت لباس زر و زیور زادروز مبارک. بار دیگر امروز لحظه های خورسندی را مبارک باز میگویم و البته مرحبا خولا اجزام نبیره های شیرین میگویم اجزامکشان مغز شیرین نبیره ها را مانند گوهرکانی چشم کلام کردید امروز رمزی تشکر خودشان را برایتان میرسانند. انگشترین طلا برای آنجان عزیزشان مرحبا تقدیم میکنند. گوشوارهای طلا مرحبا مبارک باشد. مبارک باشد. همراه میخواستیم نیت‌های نیکتان را تبریکات را برای مادر عزیز شنویم. مرحبا. Avvalambor assalomu alaykum hammaton va boz یک بار خوش آمدید. بیجان شما زادروزتان که تبریک میکنیم. سب بدارید سری ما صحب سلامت گردید. دادن که دیاتان صحب سلامت گردید. حاجی آنای حاجی باشایتان. سری مهاراتان با سری ما صحب سلامت گردید.
همین موقع تشکیل کردیم خیلی کسی علیشهرم ساخت سلامت کردم سر بچه باشون با ساخت سلامت آمده سراشون با کهیلیم بیانم دادم و بیم سر و بر شود چی آرزو نیتاشون باشد نیتاشون برسند هم اتون خوش آمدیدن رحمت آمده گفتم بر هزار رحمت. میزروباکا شما را میخواستیم به صحنه تکلیف کنیم. میزروباکا امروز زادروزی مادر است. میخواستیم نیت‌های نیک را برای مادر عزیز از زبان فرزند شنویم. مرحمت. زادروز مبارک باشد. مرحمت. سلام علیکم مادر عزیز. برید صبر دارید تا باشید چی نیتی میشه نیتیشون همطور اما وقت درده مامی شاخ سلامت درده سری مامی تاج باشه زده فهمدید نیست رحمت. سلامت باشد. عزیزان جیان‌ها سعادت خاله مرحمت. امجان شیرین. السلام علیکم مهمانان عزیز دوستان گرامی خواهران عزیز همه شما را من امروز امجان من پاچای خوشرو با روز تولد امم هم یکاتون تبریک میکنم. امجان سیاه سلامت گرده در سر بهم در سر یوسفو سال باشه پاچا کسی پیری به دولت شوه سلامت باشه حضور فرزندای بینه دولت پیری تیه دادی من برای صد بدرایی پاچان کتی پیری به دولت شوه سلامت باشه تا توانی دوستان را گم مکن دوستان مهربان را گم مکن. رحمت. سلامت باشد. اکنون مرحبا خاله با راهبری شما همه را رقص را تکلیف میکنیم. امروز زادروزتان است. همه برای خرسند کردن شما و دیدار شما آمدن یک جای میرقصیم خرسندی میکنیم. امروز این دوره زیبا انتظار شمایان است. مرحمت. سرودهای شما برای شمایان. زادروز مبارک.
شبنم گلنار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم هر کوکل زد اختر دارد در خانه عشق دلبر دارد هر کوکل زد اختر دارد در خانه عشق دلبر دارد وای تاج و برات بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای تاج و برات بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم ای بابا بهار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم Bia bebbalina,
کله دختر کسانه من تو دیگه نمیدونم سینا منو نگی کم کم من تو دیگه نمیدونم یه بره منو نگی کم کم بیا باباش بده باباش بونش این مست اینک بیننده های عزیز، امروز ما مادر مهربان مرحبا خاله را در روز زادروزشان در روز تولدشان تبریک کرده لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شما عزیزان به هم دیدیم. با ما باشید و خود را احتیاط کنید.